روایت مشهوری است از امام صادق علیه السلام که فرمودند حرم پیغمبر اکرم مدینه است یا پیغمبر اکرم حرمی دارد و او مدینه منوره است. امیرالمؤمنین علیه السلام حرمی دارند و او نجف اشرفه و حرم ما اهل بیت قم هست. گویا غیر از این که امامان معصوم علیهم السلام حرمی دارند، قم رو به عنوان حرم اهل بیت قلمداد کردند و این حدیث مشهوری است و همه هم بر او اتفاق نظر دارند. به هر حال این حرم رو هم باید اضافه کنیم. چه خصوصیتی است در قم که اینجا حرم اهل بیت شده؟ نکاتی رو در این زمینه فرمودند که فعلا مورد بحث ما نیست، ولی قم ویژگی داره، ویژگی خاصی داره، مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام و همین که وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه منوره راهی شدند به سوی طوس برای زیارت برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام. در میان راه کسالت پیدا کردند و روانه قم شدند. فرمودند مرا به قم ببرید و در اینجا در سن نوجوانی دار فانی رو وداع کردند و اینجا مدفون شدند و اینجا حرمی قرار گرفت با این وجود مقدس که در خوابی که در شرح حال مرحوم آیت الله نجفی مرعشی مطرح شده، خوابی که ایشون از پدرشون نقل میکنن که من به دنبال قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها بودم، خیلی اصرار و دعا و نذر و نیاز که او رو بیابم، تا اینکه در خواب یا امام باقر یا امام صادق سلام الله علیهما رو به خواب دیدم که ایشون میفرمایند تردید از من هست. بعد به من گفتن علیک به کریمت اهل البیت. من فکر کردم هست زهرا رو میگن، گفتم من هم دنبال او هستم. فرمودن نه، منظور ما حضرت معصومه در قم هست. خداوند هر عنایتی قرار بوده بر اون بقعه هست زهرا داشته باشن، اینجا در قم دارند. به هر حال این قرائن موجب شده که نظراتی رو بزرگان بر این آستان نورانی حضرت معصومه سلام الله علیها داشته باشند.